دروغگویی حلال شمرده می شود، راحت خالی می بنده. رباخواری محکم و پایه و بنیان پیدا می کند. دقیقاً الانه رباخواری الان بنیان فکری داره. شما الان اگر بری تو مباحث اقتصادی بگی ربا رو جمع کنی میخندن به ریش شما. صله رحم قطع می شود. واقعا ما الان اینو میبینیم. کم سن و سالها تحقیر میکنن پیرمردها و بزرگان را. ملاک امتیاز انسان مالی است. به پول نگاه میکنن. خون کمبها میشود، به سادگی آدم میکشند. قرآن مذهب و مطلع چاپ میشود. قرآن خوشگل میشن، اما کسی به معنی و مفهومش کاری نداره، خاک میخورن. زنان و مردان در خلق و خلق مثل هم میشوند. میگه رفتارهای شکل هم انجام میدن. مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا میکنند. و یکی از نشانه آخر زمان اینه که این قوم سدوم یا قوم لوط دوباره چی میشن؟ احیا میشن، زنده میشن، از سر زنا شهرت پیدا میکنن. این دیگه نمونه اون معیار و مصداق پورنو استارها، ستاره های پورنوگرافی که میگه به خاطر زنا طرف مشهور میشه. بر مبنای فحشا پول در میارن. ولد الزنا زیاد میشود. از نشانه آخر زمانه که الان آمارایی که غرب داره میده عجیب غریبه. تو این زمینه توی آمار ایالات متحده اعلام کرد 56% کودکان امریکایی ولد الزنا هستن. خانه خدا تعطیل است. مسکرات و خمور علنی خورده می شود، راحت مشروب می خورند. از دین جز پوسته ای باقی نمی ماند. کتاب خدا و احکامش تعطیل می شود. در دل شب گناهان در مکانهای بی ترس انجام می شود. این مصداق واقعیش میشه نایت کلوب ها. پول میده یه ورودی میره اونجا دیگه میچرخه تا صبح خوش. در چنین شرایطی به هوش باشید که وعده الهی نزدیک است. در ادامه باز میفرماد کسی که در این شرایط زندگی کند و دیندار باقی بماند اجرش از 50 شهید جنگ بدر بالاتر است. اینو که حضرت رسول گفت مسلمانان معترض شدن، گفتن خب پیامبر چی؟ گفتش که شما اینجوری نگاه نکنید، خودتون رو بذارید جای اونا. تو اون شرایط رو من میبینم هر کسی نمیتونه، چه بسا شما هم باشید اونجا چیکار کنید؟ چپ کنید. کسی که در این شرایط زندگی کند و دیندار باقی بماند اجرش از 50 شهید جنگ بدر بالاتر است.